سلام بچه، اومدیم با یه ویدیو خفنی که باید یه پله برقی بسازی به شما میخوام یاد بدم. حالا میریم تا بسازیم. خب اول یکی اینو این شکلی میکنیم واسه این شکلی، بعدش به اندازه یه پله این شکلی، نه واسه یه پله عقب‌تر. اوکی، الان اوکی شد. حالا یک این شکلی اینجا میذاریم، یکی این چراغ هم اگه به دلخواهی میکنیم بذاریم، میکنیم برای قشنگی هم من میذارم. حالا اینا رو این شکلی میذاریم، بعد اینا رو همینطوری میذاریم. خب حالا من به دلخواه خودم این چراغ رو میذارم به قشنگی. بعد حالا من این ردستون رو همینجوری میکنم اینجا. میشه کنیم بده اینا میشه دیر این برای من میشه میکنم. خب حالا اینو وصل میکنیم تریپ این رو بدیش بعدم بدیم. خب اینا رو همینجوری میذاریم. خب دور همینجوری پیش حالا اینا رو این شکلی میذاریم اینجا. اینو بعد شد. حالا اینا رو همینجوری اینجا میذاریم. خب حالا اینا رو همینجوری میکنیم اینجا. حالا ما یه پله برقی ناب داریم. دیدین؟ اگه دوست داشتین برای ویدیو بدم آماده باشین. دیدین؟ برای ویدیو بدم آماده باشین. به زودی یه چالش دیگه هم میذارم. این پله برقی هم به کار خونه دوتایی نمیتونم دو آپارتمانی میارسه. آقا برای ویدیو بدم آماده باشین دوستان. لایک و ساب و فالو یادتون نره.